در روزهای جشن نوروز جدول کاری آوازخوان جوان ایرانی افشین پره بند بود. در دوام 2 هفته جشن او در هنرنمایی‌های ایدانه چندین کشور اروپایی و آسیایی اشتراک نمود. افشین میگوید برای اکثر آوازخوان‌های ایرانی درآمد از کنسرت‌های نوروزی خیلی مهم است، زیرا پیدا نمودن جای پا میان هنرمندان ایرانی در غربت آسان نیست. خدمتتون عرض کنم که چون ما تو غربت هستیم و از طرف ایرانیایی که تو ایران هستن حمایت نمیشیم، چون اونا نمیتونن CD ما رو بخرن، CD امونو روی حساب همونطور که گفتم مارکت خیلی کوچیکه و دست زیاده و به هر حال هر خواننده‌ای باید سعی کنه که یه رقابت فشرده کنه که به هر حال بتونه زندگیشو بگذرونه. افشین تأسف می‌خورد که او و صدها هزار ایرانی مهاجر نمی‌توانند نوروز را در ایران با رقص و سرور تجلیل نمایند. تو ایران زمان که ما می‌خوندیم موسیقی قدغن بود و من یادم است بارها من گرفته بودم برده بودم بازداشتگاه به خاطر اینکه گیتار می‌زدم توی پارتی‌ها اینا. خدمتتون عرض کنم یه 12 سالی میشه ایران ترک کردم، متأسفانه الان تو غربت زندگی می‌کنم و بزرگترین آرزوم اینه که برگردم یه روز تو سرزمینم، چرا که هیچ جای دنیا وطن آدم نمیشه. گفته‌های افشین را آوازخوان دیگری جوان نیما تصدیق می‌کند. نیما میگوید که مهر و محبت به موسیقی و هنر او را هم به ترک وطن مجبور کرده است. خب گرچه هنوزم محدودیت هست، ولی خب باز تا یه حدی بچه‌ها میتونن موزیک مدرن اجرا کنن، موزیک پاپ اجرا کنن، به اصطلاح آلترناتیو میوزیک اجرا کنن. اون موقع چنین فرصت‌های اصلا نبود و ما بالاجبار توی زیرزمین خونه دوستامون جمع می‌شدیم، همونجا دور هم با کیبورد و گیتار و هر سازی که داشتیم روی کاست، روی نوار ضبط می‌کردیم برنامه‌هامون و آهنگامونو و دست به دست هم میگشت و خیلی سریع هم پخش میشد توی شهر. عشق یه چیزی مثل کشک و دوغه، تموم زندگی پر از دروغه، هیچ کسی رو دوست نداره. خانم شیرین فامیلی در سالهای اول انقلاب اسلامی دانشجوی بود. او میگوید زمان بعضی روحانیان اصلاً مخالف تجلیل نوروز بودند. که افراطگراها تلاش داشتن که عید نوروز رو به حاشیه ببرن. این تلاش به خصوص با شروع جنگ بیشتر شد و تلاش این بود که عید فطر و عید قربان بیشتر برجسته بشه، ولی هرچی اونها در این زمینه بیشتر تلاش میکردن و فعالیت میکردن، مردم با شکوه و شور بیشتری جشن نوروز رو برگزار میکردن. زمان انقلاب اسلامی اندی آوازخوان ارمنی تبار ایرانی به ایالات متحده آمریکا سفر کرده بود تا هنر خود را در نزد استادان راک صیقل دهد، ولی موج مهاجرانی که بعد انقلاب اسلامی به آمریکا آمد او را وادار نمود در خدمت هموطنان باشد. اندی میگوید صرف نظر از دوری از وطن، ایرانی‌های غربت ذوق نازک و محبت به موسیقی و آهنگ‌های اصیل ایرانی را حفظ نمودند. یعنی اینطوری نیست که اگر رفتی مایکل جکسون شدی طبیعتا ایرانی‌ها به عنوان خواننده ایرانی قبولت می‌کنن. درست معروف میشی ولی محبوب نمیشی. محبوبیت بین ایرانی‌ها با آهنگای ایرانیه و با فرهنگ ایرانی. ولی تشکیل هنرنمایی‌ها در تالارهای خارجی و اصلا پیدا نمودن شنونده در غربت کاری آسان نبود و هنوز هم تلاش زیادی می‌خواهد. یانس سیلیمارک رئیس شرکت موسیقی وارنر میوزیک اسکاندیناویا که از جمله نشر دیسک‌های موسیقی آوازخوان‌های ایرانی و برگزاری هنرنمایی‌های آنها در اروپا و آمریکا را سرپرستی کرده است، میگوید هنرمندان ایرانی در صحنه عالم جای پای خود را یافتند. به شرافت فناوری‌های جدید مانند اینترنت، یک آهنگ در یک روز تمام عالم را دور می‌زند. بر علاوه او میگوید در زمان جهانی شوی اهل عالم در نوبت اول به سلیقه هنرمند و آهنگ‌های دلنشین توجه دارد، نه به زبان.
6 سال پیش ما همکاری با هلینا پاپاریتسو و گروه انتیک را شروع نمودیم. این گروه فقط با زبان یونانی ترانه می‌خواند، ولی ما در سرتاسر اروپا معروف شدیم. خلاصه برای کامیاب شدن در اروپا و یا شوئد حتمی نیست که شما تنها با زبان انگلیسی هنرنمایی کنید. بله، آوازخوان‌های ایرانی هنر خود را در غربت حفظ نمودند و صرف نظر از آن که در وطن خوانده نمی‌توانند، با کمک آنها آهنگ‌های ایرانی در سراسر عالم صدا می‌دهد و حداقل در روزهای نوروزی ایرانی‌های غربت خود را در خانه احساس می‌نمایند. اما همصحبتمان شیرین فامیلی می‌گوید باز هم ایرانی‌ها امید دارند که روز نوروز را در وطن جشن می‌گیرند. بله، در خارج از کشور هم ایرانیان هر کجا که هستن تلاش میکنن جشن نوروز رو با شکوه بیشتری برگزار کنن، ولی مسئله اینه که در خارج از کشور به دلیل اینکه این مال خودشونه، فقط مال ایرانیاست، فارسی زبان هاست، در درون خودشونه، داخل خونه هاشونه، خب کنسرت هایی میذارن، مجالسی برگزار میکنن با هم دیگه، ولی مثل ایران نیست که تو همه جا باشه، تو کوچه و خیابون، تو هر گذری که میگذرین درست جشن اونجا باشه، درست مثل تاجیکستان.